به حالت بالاسان قرار بگیرید. دستای خودتون رو کشیده نگه دارید و سر رو آروم کنید. دم و بازدم عمیق بگیرید و خودتون رو روی زمین ریلکس کنید. با بدن خودتون و با فرزند خودتون ارتباط برقرار کنید. به آرومی کف دستانتون رو به سمت سقف برگردونید. و به آرومی دست‌ها رو پشت سر قرار بدید و کف دست‌ها رو به هم نزدیک کنید. دم و بازدم بگیرید و اجازه بدید کتفتون کاملا به سمت زمین بره. به آرومی دستتون رو برگردونید و دوباره به حالت بالاسان قرار بگیرید. کف دست‌ها رو روی زمین بگذارید و به حالت 4 دست و پا قرار بگیرید. شروع کنید با لگنتون دایره کشیدن. سعی کنید با دم و بازدمتون همراه باشید. ساعد دست رو روی زمین بذارید و به آرومی دستا رو کشیده کنید. پیشونی رو روی زمین قرار بدید. اجازه بدید سینه بیشتر به سمت زمین بره، ولی کمر خودتون رو گود نکنید. چند دم و بازدم تو این حالت باقی بمونید. اجازه بدید جاذبه زمین قفسه سینه شما رو به سمت خودش بکشه. به آرومی دست رو برگردونید. پای راستتون رو بین دو دست نزدیک دست راست قرار بدید. با دم ستون مهره رو به سمت جلو بکشید. پای پشت رو به سمت عقب ببرید و دست‌ها رو کشیده کنید. ویرابادراسانا 2 با زانوی روی زمین. به آرومی به سمت راست و انگشتان دست راست خیره شید. دم و بازدم جاری. شونه ها رو از گوش دور کنید. دست چپ رو توی کمر بگذارید. دست راست رو ببرید به سمت سقف و به آرومی پهلوی راست رو بکشید. دم و بازدم عمیق. تو این حالت بمونید. با بازدم برگردید به حالت قبل. دست ها روی زمین. دوباره به حالت تیبل پوز برگردید و به آرومی به حالت بالاسان قرار بگیرید. پیشونی رو روی زمین بگذارید و دم و بازدم بگیرید. هر موقع آماده بودید دوباره به حالت تیبل پوز قرار بگیرید. پای چپتون رو بین دو دست نزدیک دست چپ قرار بدید.
با دم ستون مهره رو به سمت جلو بکشید. ویرابادراسانا 2 با زانوی روی زمین پای پشت رو بچرخونید و دست ها رو کشیده کنید. نگاه رو به سمت دست چپ برگردونید. شانه رو از گوش دور کنید. وزن رو به ساق پای روی زمین بدید. به آرومی دست رو روی کمر بگذارید و دست چپ رو بکشید به سمت سقف و پهلوی چپ رو بلند کنید. شونه رو آروم نگه دارید. دم و بازدم بگیرید. با بازدم دست رو برگردونید روی زمین و دوباره به سمت عقب ببرید. آدو مکا شواناسان و زانوها رو از رو زمین بلند کنید. پاشنه‌های پا رو به سمت زمین بکشید. لگن رو به سمت سقف ببرید. مچ پا رو آروم کنید. سر رو رها کنید. دم عمیق، بازدم عمیق. به آرومی قدم بزنید و پشت دست ها قرار بگیرید. آرتا اوتاناسانا. سعی کنید زانوها رو صاف کنید. آروم زانو خم میشه و دست روی ران قرار میگیره. اوردواهاستاسانا. دست ها رو به سمت سقف بکشید. آرتا اوتاناسانا. دست ها روی زمین، زانو خم و اگر تونستین زانو رو صاف کنید. پای چپ رو به سمت عقب بکشید. دم و بازدم. دوباره برای آدو مکا شواناسان پا رو به سمت عقب ببرید. زانو رو روی زمین بگذارید و به آرومی سینه رو به سمت زمین بکشید. آدو مکا شواناسان. زانوها رو بلند کنید. قدم بزنید و پشت دست ها قرار بگیرید. پاها به اندازه عرض مت باز، زانوها خم. دست رو روی رام بگذارید و به آرومی به سمت سقف بکشید. آرتا اوتاناسانا. دست ها دوباره روی زمین قرار بگیره و اگر تونستین زانوها رو صاف کنید. پای راست رو به این بار به سمت عقب ببرید. با بازدم آدو مکا شواناسان. پای راست رو دوباره به سمت بالا ببرید و به آرومی بین دو دست نزدیک دست راست قرار بدید. دست رو روی رام بگذارید. به آرومی دست ها رو به سمت سقف ببرید. شانه رو از گوش دور کنید. به یه نقطه خیره شید. ویرابادراسانا 1. دم و بازدم جاری. به آرومی آرنج رو خم کنید. قفسه سینه رو باز کنید. با دم دست ها رو به سمت سقف بکشید. با بازدم دست رو روی زمین بگذارید. آدو مکا شواناسان. پا به سمت عقب میره. با دم پای چپ رو بین دو دست نزدیک دست چپ قرار بدید.
دست رو روی رام بگذارید. به آرومی با دم دست‌ها رو به سمت سقف ببرید. شانه رو از گوش دور کنید. شونه ها رو کاملا ریلکس کنید. کف دست‌ها به سمت هم دیگه. با بازدم آرنج رو خم کنید. قفسه سینه رو باز کنید. با دم دست‌ها رو به سمت سقف بکشید و آرنج هاتون رو صاف کنید. دست رو با بازدم روی زمین بگذارید. دم بگیرید. با بازدم به حالت آدم کاشواناسان قرار بگیرید. زانوها رو روی زمین بگذارید. به حالت تیبل پوز قرار بگیرید. با دم کمر خود رو گود کنید. با بازدم به حالت کت پوز برید و پشتتون رو گرد کنید. دوباره کمر رو گود کنید. شکم رو به سمت زمین ببرید. دم و بازدم تکرار کنید. زانوها را از زمین بلند کنید و به آدم کاشواناسان برید. دوباره زانو رو روی زمین بگذارید. کف پاها روی زمین، کف دستها روی زمین، لگن رو به سمت سقف بکشید. آرتها پوربوتاسان. دم و بازدم تو این حالت بمونید. کسانی که میتونن سر رو رها کنن. با بازدم لگن روی زمین قرار بگیره. پاها رو به اندازه عرض مت و قدر بیشتر باز کنید. پاها رو اکتیو نگه دارید. ستون مهره رو به سمت سقف بکشونید. اوپاویشتا کناسان و به آرومی دستها رو جلوی بدن بگذارید و به سمت جلو برید. ستون مهره رو کاملا صاف و کشیده نگه دارید. چند نفس عمیق تو این مرحله بمونید. با دستا به سمت عقب برگردید. زیر زانوها رو بگیرید. کف پاها رو روی زمین بگذارید. آماده شید برای شاواسانا. به سمت چپ قرار بگیرید. پای راست رو از زانو خم کنید و جلوی بدن بگذارید. میتونید از یک بالش برای زیر سر استفاده کنید. اگر دوست دارید دست راستتون رو روی شکمتون قرار بدید و دم و بازدم بگیرید.
به آرومی چشماتون رو باز کنید. یه نقطه رو خیره شید و تمرین رو تمام کنید. ناماسته.